بیقرار تپش ثانیه ها. درست اون لحظه‌ای که احساس میکنی همه چیز آروم و رو به راهه. زندگی یک اتفاق غیر منتظره برات داره تا تمام معادلاتی که از قبل داشتی و از بین ببر. هر کسی مسیر خودشو داره. شاید هیچ کدوم از ما هیچ جایگاهی از خودمون توی این کره خاکی رو برای موندن نداریم. امروز یه جوون 20 و چند ساله رو آوردن که به سختی نفس میکشی. جفت پاهاشو توی این انفجار از دست داده بود. خودش هنوز نمیدونست چه بلایی سرش اومده. بعد از دیدن این اتفاقا با خودم فکر میکردم اگه یه دختر بچه داشتم که میتونستم براش عاشقونه پدری کنم، دنیا رو برده بودم. یا فقط اگه وقت بیشتری داشتم که میتونستم کتابا و فیلمای مورد علاقم رو میخوندم و میدیدم، دنیا رو برده بودم. یا اگه توی رابطمون کار درست رو انجام داده بودم، یا اگه توی کارم تصمیم درستری گرفته بودم قبل از اینکه این جنگ لعنتی تمامی آرزوهامو مثل آوار رو سرم خراب کنه، دنیا رو برده بودم. تمامی این افکار داشت شبیه یه بغض نترکیده گلومو فشار میداد. انگار که یه طناب محکم و دور گردن یه عروسک بیجون ببندی و با خودت همراهش کنی. اونقدر محکم که هر چقدر بخواد برای فرار کردن ازش تقلا کنه تقریباً بیفایده باشه. اما این بار بهتر بود برای فرار از تاریکی‌ها و این اتفاقا فقط یکم به فرصت‌های پیش روم نگاه می‌کردم و فقط یک بار دیگه و این بار متفاوت‌تر نسبت بهشون قدم برمی‌داشتم. کافی بود تا نور رو دنبال کنم و ایده ها و تفکراتی که سال‌هاست داره خاک می‌خوره رو پیدا کنم. بینندگان و شنوندگان عزیز، پس از روزهای سخت آتش‌بس میان ایران و اسرائیل اعلام شد. شاید زمان آن رسیده باشد که یادمان بیاید جنگ هیچ برنده‌ای ندارد. ورای هر برد و باختی. این روزا مدام به این فکر میکنم که از یه جای به بعد دیگه نباید چیزی بود. فقط باید هوا شد، اکسیژن شد برای نفس کشیدن، نور شد، نگاه شد، آواز شد برای رقصیدن، و گاهی انگیزه شد، شعور شد، حال شد برای بردن. بردی که هرگز صرفاً یک کلمه نبوده و برنده بودن هیچ زمانی توی صفحه آخر هیچ کتابی نمایش داده نشده. اونا گاهی روایت اشک‌ها و لبخندهای یک مسیر پرخطر یا مجموع تفکرات و تجربیات مختلفن که توی سایه ها و گاهی توی خلوت به دور از دید بقیه ساخته میشن. اما حضور ما اینجا صرفاً یک روایت در مورد برنده ها نیست. بیشتر جاییه که افکار ما مثل لحظات حساس بازی یک شطرنج باز حرفه‌ای برای تصمیم گیری رقص کنان و حساب شده به برد تبدیل میشن. جایی که با هر لحظه از حضورمون در کنار هم دیگه عمیق میشیم، گاهی به قعر تاریخ، گاهی به لابلای صفحات کتاب ها و روایت ها، و گاهی فقط با یک صدای بلندتر می ایستیم روبروی تمام افکار و اخبار زردی که قراره بردن رو به ما بفروشن، و گاهی اونا رو نادیده میگیریم و به مسیر قشنگمون برمیگردیم. و در آخر لحظه ای که جام ها بالا میرن، لبخند ها زده میشن، آخرین صفحات کتاب هم دیگر رو لمس میکنن و یا موفقیتی امضا میشه، خبر از یک برد هیجان انگیزه. بردی که شبیه یک رقص حساب شده برای یک ریتم حساب شده به نام زندگیه. نه شانسی، نه اتفاقی. زمانی که موزیک اوج میگیره ما آماده میشیم برای یک رقص حساب شده به نام زندگی. اینجا رقص برنده ها.